سلام بچه ها، من ندا هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز اومدم بافتنی کلاه البوسی خوشگل رو بهتون آموزش بدم و به درخواست شما حین بافتنی کردن از خودم یه ویدیو کوتاه گذاشتم. امیدوارم که خوشتون بیاد. با من همراه باشین. سعی میکنم هر هفته واسهتون یه ویدیو کوتاه از بافتنی با قلاب از 0 تا 100 واسهتون بذارم برای کسایی که حالا بافتنی رو تازه شروع کردن و با قلاب هیچی بلد نیستن. تقریبا میشه گفت اون ویدیو مناسب هستن و اینکه در آخر ویدیو هم بهتون کمک میکنم تا کار بافتتون به بقیه هم نشون بدین و بریم آموزش رو شروع کنیم. عزیزان، من برای بافت این کلاه از کانوای مخمل یا همون ولوت با مارک آلیسون 300 گرم و 288 متر استفاده کردم و همینطور قلابم سایز 4 میل هستش. شما میتونید 5 میل هم استفاده کنید. این مارک کاموای مخمل خیلی خوبه، ریزش نداره. برای بافت شال و لباس هم میتونید ازش استفاده کنید. برای شروع از بالای کلاه شروع میکنیم بافتن تا پایین ادامه میدم. برای این کار اول یه دونه حلقه کوچیک میخوام ببافم. اول زنجیره میزنم، 1 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا تقریبا کافیه. برمیگردم توی اولین زنجیری که زدم یه دونه بست میزنم به این صورت. خب الان یه دونه حلقه کوچیک دارم که بعد این حلقه رو با پایه معمولی پر کنم. حدوداً 8 تا 10 تا پایه نرمال توی این دایره کوچیک باید بزنیم. 1 2 تا زنجیره میزنم اول، بعد بریم واسه پایه زدن. 1 2 3 تا 8 9 تا و 10 تا پایه نرمال. خب این قسمت دوباره بست میزنم. توی همین اولین 2 تا زنجیری بود که زدیم یه دونه بست میزنم به این صورت. دور اول تمام شد. میخوایم بریم واسه شروع دور دوم. برای دور دوم تو هر کدوم از این گندمی ها که میشه سرپایه های دور قبلی باید 2 تا پای نرمال بزنیم. دور تا دور هر کدوم 2 تا میزنیم تا برسیم به همین قسمتی که شروع کردیم. برای شروع 2 تا زنجیری میزنم. خب گندمی اول 2 تا میزنم. گندمی دوم اینجاست. توی اینم دوباره 2 تا میزنم. این یکی دوباره 2 تا. به همین صورت حجم کار میکنم 2 تایی تا برسم به همین قسمت. گندمی بعدی اینجاست. 2 تا میزنم. دور دوم تموم کردم. میخوام دور سوم رو شروع کنم. برای استارت دور سوم اول باید اینجا یه دونه بست بزنم. توی همین گندمی اول
اینجا اولی دونه بست میزنم. خب دور دوم تموم شد. 2 تا زنجیری میزنم دوباره. برای شروع دور سوم این بار یکی در میون افزایش رو انجام میدم. چجوری؟ توی هر کدوم از این گندمی ها اولی رو یه دونه نرمال میزنم، گندمی دومی رو 2 تا میزنم، دوباره بعدی یه دونه، یکی در میون 2 تا افزایش میدم. اینجا توی گندمی اول یه دونه میزنم. خب توی این که میشه بعدی 2 تا میزنم. این 2 تا. گندمی بعدی دوباره یکی، دوباره بعدیش که اینه میشه 2 تا. به همین صورت تا برسیم به دوباره نقطه اول. یکی، دوباره 2 تا. همینجور تا دوباره برسیم به این قسمت. دور سوم تموم کردم. میخوام دور چهارم رو شروع کنم. دوباره از این قسمت بست میزنم توی همین گندمی اول. یه بست میزنم. دوباره 2 تا زنجیره. خب برای شروع دور چهارم این بار 2 تا یه دونه پایه میزنم، سومی رو 2 تا پایه میزنم. و همین صورت 2 تا در میون اضافه میکنم. 2 تا در میون، 2 تا تکی، یه دونه 2 تایی، 2 تا تکی، یه دونه 2 تایی تا دورش تموم شه. اولی رو یه دونه تکی میزنم. این روند افزایشی رو تا جای ادامه میدیم تا مناسب سر فرد باشه. هر چقدر که گردی سر باشه اونجا افزایش رو انجام میدم و بعد دوباره ساده بافی میکنیم. دیگه نیازی نیست افزایش انجام بشه. یه دونه دیگه ساده. خب 2 تا ساده انجام دادم، 2 تا تکی. حالا این سومی رو 2 تایی انجام میدم. یه دونه افزایشی. این یکی، هم دوباره 2 تا. خب 2 تای بعدی باید تکی باشن. این تکی، دوباره تکی، بعدی افزایش. این میشه 2 تا. یکی، دوباره توی خودش میشه 2 تا. دوباره تکی، دوباره تکی، بعدی 2 تا. این میشه 2 تا. خب دوباره ادامه میدم تا دور چهارمم تموم بشه. همین قسمت برگردم. خب بچه ها دور چهارم تمام شد. میخوام دور پنجم رو شروع کنم. دور پنجم هم مثل رجای قبلیه، فقط این بار 3 تا در میون 2 تا اضافه میکنم. یعنی 1 2 3. این چهارمی رو 2 تا میزنم. دوباره 1 2 3 تکی، چهارمی رو 2 تا میزنم. گندمی اول یه دونه میزنم. گندمی دوم دوباره یه دونه میزنم. گندمی سوم همینطور. خب این گندمی چهارمی رو 2 تا میزنم.
این دوتا. دوباره 3 تا تکی میزنم. یکی، اینو دوتا میزنم. سه تا تکی، یه دونه دوتایی. دوباره ادامه میدم تا این رج کامل تموم شه. رج پنجم تمام شد. من دیگه کار افزایش رو انجام نمیدم، ولی اگر شما خواستید مناسب سر خودتون یا کسی که داری منش میبافین افزایش انجام بدین، این بار رج بعدی رو 4 تا تکی و دوباره یه دونه دوتایی، دوباره 4 تا تکی یه دونه دوتایی انجام میدید تا مناسب سر فرد بشه و بعد شروع میکنیم به ساده بافی. از این رج من شروع کردم به ساده بافی کردن. این بار دیگه افزایش صورت نمیگیره، توی هر گندمی یه دونه پای نرمال میزنم. دور تا دور رو نرمال میزنم تا اینجا، دوباره بست میزنم، 2 تا زنجیره، دوباره شروع میکنم دور تا دور، همینطوری ادامه میدم. دیگه کار افزایشی انجام نمیدیم. خب بچه ها، از این قسمت اینجا که افزایش انجام دادیم، از اینجا به پایین رو دیگه افزایش انجام ندادم تا هر قسمتی که خواستم رو بافتم تا قسمتی که برسه به پیشونی، چون من میخوام هد براش بزنم زیاد نبردم این قسمت رو پایین. خب برای هد زدن اول چند تا زنجیره میبافم، مثلا 9 تا زنجیره میبافم. اگر شما خواستید قسمت هد سرتون به حالت برگشتی باشه، اگر من 9 تا زنجیره میزنم شما 18 تا بزنید، 2 برابرش، که وقتی هد بافته میشه یه حالت برگشتی داشته باشه. ولی خب من اینجا میخوام که بر نگرده و 9 تا زنجیره میزنم. برای شروعش اول 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. این 9 تا زنجیره که بافتم رو برمیگردونم، به صورت زیر و رو میخوام در بیاد. اولین زنجیر نه دومی، اینجا یه دونه پای کوتاه دیگه میزنم، در میارم به این صورت. دوباره بعدی بشه 8 تا پای کوتاه، 2 تا 3 4 5 تا اینجا. 6 7 و 8. خب این قسمت رو من بافتم، رسیدم به این تیکه. خب اینجا تو این گندمی ها، اولین گندمی نه که زیر این تیکه قرار میگیره، از دومی شروع میکنم، یه دونه بست میزنم به این صورت. دومیش رو هم یه بست دیگه میزنم، یعنی 2 تا بست زدم. خب به این صورت. حالا کارو برمیگردونیم، شروع میکنیم دوباره 8 تا میزنم تا برگردم روی نقطه اول. 8 تا پای کوتاه. برای اینکه زیر و رو در بیاد از این قسمت، این میشه اولین پای کوتاه. این سمت از این قسمت پشت برمیگردم، قلابو در میاریم، یه دونه پای کوتاه میزنم، دوباره به همین صورت از پشت در میارم که حالت زیر و رو در بیاد واسم.
دوباره تا همین قسمت میبافم. باید بشه 8 دونه. اینم آخرش. خب اینجا که رسیدم یه دونه زنجیره میزنم، دوباره برمیگردونم. دوباره برای شروع باز از پشت میگیرم. اولین دونه از پشت. دوباره مثل حالت قبلی ادامه میدم. خب بچه ها این تقریبا سرج رو من بافتم، سمت قسمت هد در میاد، قسمت پیشونی. ولی اگر شما خواستین که این قسمت رو برگردونید میتونید 2 برابر ببافین که این تیکه برمیگرده. من چون کامم زخیم بود این کار انجام ندادم، چون قسمت پیشونی میکنم زشت در میاد، کمی زخیم میشه. خب. دوباره به همون حالتهای قبلی، اولین گندمین و دومین بست میزنم. دوباره بست میزنم. خب کارو برمیگردونم. دوباره از پایه که این اولی شروع میکنم، از پشت پای کوتاه میزنم. دوباره یه زنجیر به همین صورت. این کار رو انقدر ادامه میدم تا دور کارم انجام بشه. دوباره برمیگردم به همین قسمت. بچه‌ها من این قسمت رو بافتم. این قسمت پیشونی بود تا اینجا به صورت زیر و رو. این جلوشه، جلوی کلاه. اینم پشت کلاه. خب باید این قسمت حالا ببندیم. این قسمت میذارم روی هم دیگه و 2 به 2 بست میزنم تا اینجا. آخر. خب برای مخفی کردن این بند، این قسمت کاموا دست قلاب رد میکنم.
میکشمش به این صورت، مخفیش میکنم. بافت کلاه تمام شد، فقط تزیینش مونده. برای تزیین کلاه من از این گردنبند الماسی استفاده کردم. این تیکه هاشو باز میکنم، این تیکه و این سرشو، و با نخالسوزن روی این قسمت کار میدوزمش. نخالسوزن معمولی، منتها نخم کمی ضخیم تره. این حلقه ها رو آزاد میکنم. این قسمت میدوزمش. برای دوختنش اول پشت کار رو مشخص میکنم، تقریبا میشه پشتش، این وسطشه. وسط رو میذارم روی هم دیگه، تقریبا اینجا لب به لب میذارم و میدوزم از اینجا. یکی از پایین میگیرم، یکی از بالا که فیکس بشه. بچه همونطور که میبینید یکی از پایین یکی از بالا به صورت ضربدری میدوزم دور تا دور این الماسی ها رو. دور تا دور همینجوری میدوزم. بچه این نکته رو بگم، این کامایی که من استفاده کردم زیاد بود، خودم از قصد زیاد گرفتم که بتونم حالا یه کیف دیگه باش ست کنم یا شال دیگه یا یه چیزی که بشه باش ست کرد از همین کامبا. ولی جنسش خیلی خوبه، اگر دوست داشتین حتما تست کنید برای حالا یه چیزی زمستونی که بخواید ببافین، لباس باشه، کلاه باشه، چیز دیگه باشه، خیلی مناسب و اصلا ارزش نداره. بچه آموزش تمام شد. اگر تونستید با آموزش های من واسه خودتون یک کلاه ببافین، لطفا عکس یا فیلمش رو به آیدی اینستاگرامی که زیر واسهتون میذارم برای من بفرستین تا من همون رو واسهتون استوری کنم، بقیه هم بتونن کار بافت شما رو ببینن
و بتونیم با هم دیگه بیشتر کانکت بشیم. و خوشحال شدم که تا الان با من همراه بودین و اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. تا آموزش بعدی، بای.